در شهر خوروغ اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون پرچم دولتی تاجیکستان را در وضعیت تنتنوی برافروخته حاضرین را با این رویداد فرحبخش شادباش گفت. پایه پرچم دولتی 30 متر درازی و پهنایی متاش 8 بر 4 متر را تشکیل می‌دهد. ارزش لایحه‌ای این شد 300,000 سومونی بوده. آن با مبلغ‌های کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک تالکو بنیاد شده است. کارهای ساختمانی اولی ماه دکمبر سال 2015 آغاز یافته امروز با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون و استفاده داده شد. کارگران و متخصصان توانستند در مدت خیلی کوتاه بنیاد انشاءات را با رعایت تمام طلبات معیارهای معماری و ساختمانی با صفت به انجام رسانند. میدان پرچم با سنگ‌های آرایشی و گل‌های رنگارنگ زیب و زینت یافته است. پرافشان گردیدن پرچم دولتی در شهر خوروغ همچون مقدسات ملی و رمز استقلال دولتی و سیمای شهر زیبایی تازه را ضم نموده گرد و اطراف آن به یکی از جایهای دلفریب و پسندیده سیر و گشت ساکنان شهر مبدل گردید. بنیاد چنین انشاءات پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تا امروز در یکچند شهر و نواحی جمهوری صورت گرفته یک عامل مهم بیدار کردن حس بلند وطن دوستی، خویشتن‌شناسی و گرامی‌داشت مقدسات وطن محبوبمان تاجیکستان میباشد.